همه چیز از یک کلیک ساده شروع میشه. وقتی دکمه پاور رو فشار میدی، منبع تغذیه با PS2 فعال میشه و برق لازم رو به مادربرد میرسونه. مادربرد بلافاصله فرمان شروع کار رو صادر میکنه و فیرموار یا همون بایوس وارد عمل میشه. نظم اولیه‌ای که وظیفه داره سیستم رو برای روشن شدن آماده کنه. در این مرحله بایوس یک بررسی سریع انجام میده. پردازنده، رم، کارت گرافیک، دستگاه‌های ورودی و خروجی و حافظه ذخیره‌سازی مثل SSD یا HDD بررسی میشن. اگه همه چیز سالم باشه، دیسکی که سیستم عامل روش نصب شده رو بایوس پیدا میکنه و بوتلودر رو به حافظه رم منتقل میکنه. حالا نوبت سیستم عامل ویندوز یا لینوکس شروع به اجرا میشن. درایوها لود میشن و رابطه گرافیکی روی مانیتور ظاهر میشن و اینجاست که سیستم کاملا آماده استفاده است و همه این مراحل در چند ثانیه اتفاق میافتند. Let's go.